در افغانستان ما مردم طرفدار طالب باشیم یا مخالف طالب باشیم، در هر دو حالت در طرفداریش چی فایده به طالب رسانده میتونیم و در مخالفتش چی ضرر برشان رسانده میتونیم. دو، اگر کس مرا بگوی که تو طرفدارش هستی، پس طالب باید بسیار خوش باشه که اینک یک جوان بسیار پیسدار و پولدار که یک چند تا تیارم روزی بر ما روان میکنه پس طرفدار ماست. یا نوری مخالفش است، بسیار زیاد ورخطا است که نوری بیادر طالب به جای بانین سر ظرفیت سازی باید ما و شما کار کنیم. تا که ظرفیت سازی نکنیم طالب از ما و خودت نمیترسه. نه که برش بگویم که بیادر ما طرفدار تاستم در کسی ماست و نه که برش بگویم ما مخالف تاستم در کسی ما نیست و حقم دارد. یک امریکایی عادی و 1000 افغان برشان معنا نداره. امریکایی عادی برشان مهم است، 1000 افغان برش بی معنا است، چون افغانا را شناخته که هیچ چیز از دستش پره نیست. یک، اگر نه کی دست ما و شما را گرفته که طالب های کنیم؟ یک نفر بر ما پیدا کنین و کی به کس گوش میکنه که ما بر بگم که نوری جان و دکتر صاحب باریز جان خیر از طالب نکشین، بلیاز خدا چیزی نکنین، شما بر ما گوش میکنین؟ خود دیدین که زورتان سرشان بالا بود. امو وقتا بیچاره را امریکایی سرشان بمان انداخته میره و شما در زمین آمدین و برشان گفته میرفتین که تو بامیتان کتکو که اینه که گرفتم اما چیزی که گفتی امیره کردین. هر وقت که زورتان کشیده کار خدا کردی. حالی 4 5 سال است زورت نمیکشه. یک. دو، ناق با بم و راکت پاکستان خوش نباشین، برین ما برات راه را نشان میتونم به پاکستان پروپوزل بتین که پاکستان اگر واقعا میخوای که از این مردم خود خلاص کنی، شما بم انداخته برین مثل که امریکا کرد. ما فوت سولجرتان میشم میایم عین که گپ زدی سرایشان میبریم و زنایشان اسیر میکنیم. چرا پروپوزل نمیتین؟ چرا نمیتونید که او را قانع بسازین؟ برین قانع کنین و کی برتان گفته که کار نکنین؟ باز میره تکرار میکنم. با زور افغانستان گرفته، با زور باید از طالبا گرفته شود. یک خلاص دیگه دیگه گپ نیست. ای که زور ما و شما نمیرسه دیگه نگویم که این طرفدار شخصی مخالف شخصی طرفدار او بیادر. دو، سه، با ما مردم مثل که شما گفتین پیشتر که پشتونا باید جبهه بگیره، پشتونا باید تر کنن. بیادر فرق ما و شما این است که همی گپی قومی جب ساله میگه که زده نشو، ما همینطور عادی میگم. فرق ایست که شما لاف میزنین چیزی که از دست پراست یعنی استن میکشی مثل امیالی که گفتی. در فرهنگ ما لاف زدن شرم است. ما از این خاطر در مقابل طالب جبهه گیری نکردیم که ما امکانات خود سنجیده فکر میکنیم که این حالت و این وقت زور ما سر طالب نمیرسه. تپ و تلاش خود داریم. هر وقت که تپ و تلاش خود کردیم و فهمیدیم که حالی زور ما میکشه، بعد که یک دفعه داخل آمدیم تا که نکشیده باشیم باز نمیمانیمش. حالی ما عملی بگویم که خود شرم است، لاف خود بگویم، دایلکای خود بگویم و در آخر هیچ. مشکل ایجاست که شما سر لاف و دایلکتان هیچ که اگر سبب برد کس بگه خوازی خاطر است نامه تان پف شد، دایلاک شد، امپراتور شد، داخل هیچ. بیادر نوری ما طرفدار طالب نیستیم یا که ما به خاطر طالب جنگ نمی کنیم که برادریم است. نه خیر. اگر برادری می بود طالب چرا خو که اگر برادر ما باشه خو من برادرش هستم، مرا چرا میکشه؟ ای تو دمو کور پشتون بودن و پشتون ولی نمیفهمی. در کور پشتون ولی که یک بیادر تو رو میکشه، از بیادر که دشمن کلان است تو باید بکشیش. تو برو دم مناطق پشتون نشین چقدر مردم در امرای بچه کاکا و برادرای خود دشمنی تا مرگ و دو سرحد دارد. تو بر من میگی
طالب مرا میکشه، مگر ما طالب از این خاطر نمیکشیم که او بیادرم است. حالا ما بیادرش نیستیم که مرا میکشه؟ نه خیر، ما طالب را از این خاطر جنگ نمی کنم که تو بر من راه را نشان بده. تو اگر کدام راه را پیدا کردی بر من شریک کو که ما طالب از کجا جنگ شروع کنم، از کجا دروغ بگم که اینه دا کو بالا شدیم و 20 تا کشتیم و 25 را گرفتیم. این دروغ از ما پره نیست ها بیادر. تا کی دروغ بگم؟ ما نه از رای پاکستان سرشان حمله کرده میتانیم که جای برم نمیتا و نمیخوایم، نه از رای ایران، نه از رای تاجیکستان، نه از آسمان سرشان پایین شده میتانیم. نه سلاح داریم، نه پیسه داریم، نه امکانات داریم. چطور جنگ کنیم امرای طالب؟ تو بر من اشار باز که وقت تانمت باز بر من بگو که این خود تو شروع کردی. آیا تو که شروع کردی امکانات تان کم است که جنگ نمیتانی برده یا نفر نداری؟ این قدر نفر که خودت داری بیاری به جنگ هیچ کس نداره، مگر این امکانات برش نداری بیچاره را. تو برو امرای دکتر سبیاسین از جا گپ بزن. ما امرایشان گپ زدیم. برو اگه کس امرایش تماس داشته باشه، این ایجا تقریبا چند نفر است، برش بگو که ما گفتیم یعنی میگم ما امکانات نداریم، این قدر نفر داریم که جنگ کنه مگر امکانات نیست. امرای احمدی مسعود هم مگه گپ میزنم کم امکانات داره برای شریک میکنه یا نمیکنه؟ حالی من میگی تون بیا در نفر زیاد است، فوت سولجر زیاد است، اسکر زیاد است، سلا نیست، پیسه نیست، نان نیست، گپ نیست، سخن نیست. ما که بر شما میگم که او مردم تا که امریکا و دیگه دنیا را قانع نسازیم بر ما کس امکانات نمیده. امو امکاناتی که باید بر ما میداد او را به پاکستان داد. از دست کی؟ از دست خودت و شما و دیگه مردم که هیچ محاسبه ندارین. او بیادر برو با امریکا بگو، میگه برو تو نوری یک جای شوین بر ما بیاین که ما امکانات بتیم. نوری را بگم که بیا یک جای شویم، میگه بیادر ما خو افغان نیستم. یک دیگر را بگم که بیا یک جای شویم، میگه بیادر ما احمد مسعود داریم دیگه کس کار نداریم. تو خبر داری چقدر نفر به احمد مسعود رسیدگی کرده که بیا یک جای شویم؟ کی امرای احمد مسعود تماس داره یا امرای فامیلیش؟ از پشتو داره میگم این قدر نفر برشان تماس گرفت که او بیادر خودی یاسین زیاد تماس گرفت، امرایشان احمد مسعود جور نامد. امی خودی جنرال سمی سادات امرایش تماس گرفت، امرایش جور نامد. نبیل امرایش گرفت، امرایش جور نامد. دیگر امرایش گرفت، امرایش جور نامد. میگم ما نام احمد مسعود است و بچه احمد مسعود قهرمان هستم. هر کس که میخواه در مقابل طالب جنگ کنم زیر چتر ما باید جنگ کنم. آدم ما سوال دارم، ما خدای نخواسته بهترامی نمی کنم. و آدم تو خودتان 28 ساله یا 30 ساله بچه هستی و جنگ افغانستان 50 ساله است. امی جنگ از تو 20 سال کلان است. تو خورد هستی از جنگ. ما نفر دارم که 10 سال از جنگ کلان است. تو چطور میتونی که یک نفر 20 سال از پیستان تجربهشان زیاد باشه تو در مقابل جنگ کنی؟ آیا تو جنگ میفهمی؟ تکنیک میفهمی؟ مردم را لابی کرده میتونی؟ بغیر از این که بچه احمد مسعود هستی یک کمالی تا بر ما دیگه بگو. ما بازم میگم که ما به احترامی نمیکنم. بیا هر کس بیان کمی را سالس ما یک چلنج میتیم. ما از طرف پشتونها نمایندگی میکنم. هر چقدر نفر کار داری در مقابل طالب سلارم بر پیدا میکنم، نفرارم برتان پیدا میکنم. برو احمد مسعود تا بگو بیا که پشتونا میگه که یک ما و گپ از شما. جناب فیضان صاحب من این موضوع را بگم که امروز همی بحث ما سر جبهات ضد طالبانی نبود. بحث ما سر موضوع ازی بود که چطور الیتی که 4 سال در مقابل طالب صدا بلند کردن یک بارگی با یکی از بحث احساساتی کردن و آمدن در پهلوی طالب قرار گرفتن. قدر یادداشت ما ضعیف بود که علت و عوامل شرایط فعلی تمامش از دست طالبا است. هم زمینه را در 20 سال مساعد ساختن با القاعده، هم زمینه را مساعد ساختن برای ETIM، هم زمینه را مساعد ساختن برای PTM، برای تمام گروپ های تروریستی که در منطقه اینا فعالیت دارن زمینه را طالب مساعد ساخت و فعلا هم امی جرأت و جسارت را که به پاکستان داده طالب برش ایره داده. من از این میخوایم بپرسم که علت چرخش ایدئولوژیک و دریز سیاسی
امی الیت چی است که چرا تشکر. همیشه همین وقت ما موضوعی که ما یک سرش گپ دیگر بحث هم کردیم او بگویم خلاص جناب شد. فیضان صاحب گرامی. تشکر. ما یک موضوع را میخوایم واضح بسازم که مردم افغانستان در طول تاریخ همیشه وقت احساسی بودن. هر حاکمیت که از بود احساسی که از اونا یک بازی را گرفت، اونا در حمایت از او آمدن. اما طالب خو یک پدیده فراتر از این موضوع است. ما این را میگیم حالا میایم سر جبهات نظامی متشکل از نیروهای قوای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان است، با روایت واحد به خاطر آزادی سرزمین استاده هستند. حالا در هر حد که هست اونا یک استادگی کردن و نمیشه که ما ایران فراموش بکنیم. مثلا شهید اکمل امیر دوست گرامی ما، خداوند ببخشش، غریق رحمت بکنش، آقای بصیر اندرابی و یک تعداد دیگه از اینا بودن. ایران فراموش ما نکنیم. اما یگانه چیزی که روایت ضد طالبانی را در شرایط فعلی تضعیف میکنه عدم انسجام و عدم فکر واحد در مقابل طالب. اینی میگه برای خودت میزنی، میگه یک موقعیتش خیلی درست است. میگه امریکا میگه بری یک جای شوی بیاین ما شما را بدیل مایه میکنم. اما اینمت یک ظرفیت و زمینه را من ندیدم که مساعد شود که کلگی روی گرد یک میز برای گفتگوی سازنده آماده شوند و از این میگه روایت واحده که بتانه طالب چالش بکنه و طالب شکست بده، چی از بود نظامی چی از بود سیاسی ایجاد نکنه. تشکر فاینانس میشد این مقابل گپ بزنیم. باز میایم مثلا حالا بحث ما روی جبات نیست، سر الیتی هست که در پهلوی فهمیدم طالب جناب قرار صالح گرفته. صاحب. میگه تشکر. ما موجه تمام شد. تانا نوری صاحب موضوع رو تا برد. ببخشید من میم با کوتاه میکنم موضوع را. دیگه برادرام هستن. ببینین ما یک گپ میگم که باید ما شما سیاست را بفهمیم. اول سوال است که چرا پاکستان حمله نظامی سر یک غیر مشروع حکومتداری بکنه؟ یک چی فایده داره؟ هر کس که بگوید که فایده چیز، بعضی میگه به خاطر که طالبان را سر مردم به رسمیت بشناسه. این بسیار گپای کوچه‌ای، بسیار ضعیف، بسیار بیمانه می باشد که ما سر نفره خود بم میندازم به خاطر ازی که مردم با زور خوش کنه که ما مردم هم رایش استاد شویم. طالب با مردم بین الملل ضرورت داره، نه به مردم ولسوالی آزره که باش هم رای ما استاد باشه. یک با خاطر ازی ما سالی صاحب در دیگه اتاق گفتم و میگم باز مایک خودم میبندانم. اگر شما دیده باشین چند روز پیش ترامپ گفت که ما باگرام میخوایم. اگر بر ما نداد ما دیگر راه ها را دارم که او را استفاده کنیم. طالبان در مقابلشان منفی بود. امیر روزا مردم الیکس و قدرتمند و نفهم چطوری پاکستان آمد ترامپ را دید. پس که رفت پاکستان نفرایشان سر افغانستان بمبارمان شروع کرد. با سبایش ترامپ میگه که در مابین پاکستان و افغانستان جنجال است و ما باید جنجال را میانجیگری کنیم. ببینیم که ما شما تا هنوز خبر نبودیم که یک جنگ راست شده یا نشده. ترامپ خبر بود و دیروز 2.5 میلیارد دلار از IMF که 7 سال از IMF برشان داده نمیشد با پاکستان چک داده شد. از اول اینستالمنتش که بغیر پروتکل کرده یک اینستالمنتشان برشان داده شد. خب بیادر امی بمباردمان دی پاکستان یک فورس نظامی سر طالب است که با امریکا گوش کنه و امریکا خود جور کنه. و اینی کار ما با مجید قرارم گفتم، با دیگرام گفتیم که شما میخواین به می بمباردمان طالب را رسمیت بتین. اگر طالب میخواین که دیگه بین ببره باید امر امریکا یک جا نشوه. بعد از امی بمباردمان چند روز بعد طالب و امریکا در قطر ششته و این را فیصله میکنه که بین قطر میانجیگری میکنه که اینی شروطی امریکا را قبول که شما موجب میمانین. عالمی بمباردمان است که طالب با افغانستان 20 سال و 30 سال دیگه هم حاکم میکنه. شما اگر سیاست میفهمین طالب را باید همینطور که در کدام حالت دیتر حال نگاه کنین که خود به خود طالب از بین برده نیستن، از بین میره. مگر امر امریکا جور آمد و تماسی سفارتی شد، پیسه پیدا کرد و امریکا به رسمیت شناخت طالب از افغانستان گم شدنی نیست. پس گپ ما ایستن
و ما سر گپ خود 100% هم یقینی استم، هم باور دارم که بمباردمان پاکستان به خاطر فورس نظامی سر طالب است که امرای امریکا جور به و موضوعش خلاص شود که جور آمد طالب در افغانستان میمانه و ما و شما و دیگه نفران میریم همونجا به نام همه شمول یک چند نفر ما را وظیفه میتا یک نام دولت اسلامی و چی میمانه، پس طالب میمانه. جناب نوری و دیگه مردم را به میگم و بخوان تو تاخیل که شما اصلا با طالب غیر مستقیم لابی میکنین و شما امی لابیگرای غرب هستین و حتی یک رقم نه یک رقم شما لابی با پاکستان و ایسای